دوستان به پیج بنده خوش آمدید. بچه‌ها به این میگن خرفخونه. خیلی به اون قبرها میگفتن نه اون قبرها خرفخونه، نه این بهش میگن خرفخونه که البته اشتباه میگن، باید بگن خانه سالمندان باستان. خرفخونه چیزه کاملا بی احترامیه به نظر من. چطور بچه وقتی به دنیا میاد عقل نداره بهش نمیگن خرف، میگن شیرینه بانمگه. این پیره همون بچه بگم پیرمرد میگه این خرف. به نظر بنده باید بگیم خانه سالمندان باستان. حالا داستانش چیه؟ موقعی که عشایر میخواستن کوچ کنن و پیرمردهایی که ناتوان بودن و میذاشتن تو همچین جایی، واسه یه قسمتش هست میچرخه بچه، اون قسمت خوراکی قرار میدادن، وسایل قرار میدادن. این قسمت جلو که دارید میبینید الان، این قسمت خودشون میخوابیدن. بسته مختص ایران هم نیست، تمام کشورهای عشایری به سبکهای مختلف این کارو انجام میدادن. حتی چین واسه فیلم ساخته. دوستتون دارم. خدا نگهدار.